از نظر شرعی نگه داشتن سگ برای صید یا برای حفاظت از گله از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست، مباح هست. و وقتی که مباح هست مردم از آن استفاده می کنند، نیاز هست که از یک راهی اون رو تهیه بکنند و راه دیگر غیر از معامله شاید وجود نداشته باشه. پس بنابراین همان گونه که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، معامله و خرید و فروش سگ به این منظور از نظر شرعی اشکالی نداره، گرچه در این زمینه نظر جمهور بر این است که چنین معامله جایز نیست با توجه به نهی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده. اما به خاطر نیاز مردم، چون که در اصل استفاده در مواردی که عرض کردم مباح است، پس بنابراین در صورتی که راهی برای به دست آوردنش و استفاده غیر از معامله نباشد اشکالی ندارد.